خب بچه‌ها سلام به اولین قسمت از بلاگ خوش اومدیم امروز یک دوری بزنیم. اول گیتار سنتر. در گیتار سنتر اینو بگم که فقط گیتار نمیفروشن، شما هر چیزی که درباره موسیقی هست داخل گیتار سنتر میتونید پیدا کنید. پس بزن بریم یک گشت و گذار کنیم، بریم به قسمتی که دیجی ها وجود داره، دستگاه ها و کنترل ها هم یه نگاهی بندازیم. با من همراه باشید. خب بچه ها، من اومدم اینجا که یه عالمه با هم حال کنیم و کیف کنیم. یه گشت رو زدیم داخل گیتار سنتر فقط مخصوص این نیست که شما دنبال گیتار باشین، همه چی هست. همینجور که تو ویدیو دیدین همه چی هست، از درامای مختلف، گیتار، ویولون، نمیدونم دیجی، نور، هر چیزی که فکر کنی اینجا میتونید راحت پیدا کنید. حالا ما این قسمتی که دیجی کنترل هست که دونش رو با هم تست میزنیم ببینید چطوریه، یه دونش رو کامل آنالیز میکنیم ببینید چه خبره، چه امکاناتی داره، یه سری به اینفورمیشن ها میزنیم، قیمت ها رو تست کنیم. و این ویدیو اوله. بگم این ویدیو چند قسمت داره که حتما مطمئنم بهتون خوش میگذره. یک عالمه چیزهای خفنی میبینید و همینجور که میبینید پشت سرم پر دستگاه دیجی هست و میتونید تک تکش رو بیاین تست بزنید. البته اینجا امیدوارم یه روزی هم داخل خود ایران اینجور مسائل فراهم باشه و یه جایی باشه حالا هر هنرجویی، هر دیجی بتونه بروزترین دستگاه ها رو به تست کنه، ببینه. و اینکه با من باشید. همونجور که پشتم میبینید یک کانال دستگاه هست واسه تست، لپتاپ گذاشتن و شما میتونید امتحان کنید. بالای تمام دستگاه ها یه سری اینفورمیشن گذاشتن که شما میتونید قبل خریدش اینفورمیشن هاشو چک کنید، ببینید و ببینید چه قابلیت هایی داره، از چه قسمت هایی تشکیل شده. یک سایتی هم داره گذاشتن، البته هر دستگاه خودش سایت مخصوص خودش رو داره، اما خب داخل سایت گیتار سنتر شما میتونید برین، تمام اینفورمیشن هم هست وجود داره، میتونید خوب چک کنید. غیر از اون حالا خود دستگاه گفتم اینفورمیشن گذاشته، از چه قسمت‌هایی تشکیل شده و خب این میتونه یک اتفاق خوب برای کسی باشه که تازه میخواد شروع کنه و بدونه آشنا بشه. غیر از اون تو قسمت‌های تک تک مختلف که دستگاه فروخته میشه شما یه متخصص دارید، میتونید ازش تمام سوالاتتون رو بپرسید و اون میتونه راهنماییتون کنه که ببینه چه دستگاهی با این قیمت بودجه‌ای که دارید چه چیزی رو میتونید تهیه کنید و چه چیزی رو میتونید خریداری کنید. بریم یکی از دستگاه ها رو آنالیز کنیم، با یکی از دستگاه هم نوازندگی کنیم و همراه ما باشید. خب بچه‌ها همونجوری که میبینید اینجا هم یه دستگاهی هستش که میتونید شما تستش کنید. اینفورمیشنش بالا هستش، مثلا اینجا دیجی FLX4 هستش که میشه تستش کرد. میتونید اینجا اسپیکر براتون وصل کردن، لپتاپ وجود داره و میتونید استفاده کنید. دستگاه بعدی که اینجا گذاشتم دستگاه دیجی ریو 1N هستش. اگه من بخوام این دستگاه براتون آنالیز کنم و چه قسمت‌های تشکیل شده، فیدر ولوماش هم فیدرشه، استاپ استارتش پایینه اما پداش آوردن اینجا طراحی کردن که شما حالا میتونید راحت تر دسترسی داشته باشین. یه قابلیت حالا جالبه، من این نوع استایل رو خیلی دوست دارم که پدا جلوی دست باشن، جلوی ولوما باشن. و اینجا 3 تا افیکس سمت چپ راست داریم و چیزی که هست اینجا برای تمپوش طراحی شده که اینجا رو میتونید ببینید. اینجا افیکس هاش هستن، اینجا EQ هاش هستن، لوپ گرفتنش اینجا هستش که اوتو لوپ و اینجا بالا پایین کردنش هست. اینجا دیسک گردانش، این دستگاه قابلیت اینو داره که 4 تا رو ساپورت کنه، با اینکه 2 تا ولوم داره اما در حالت عادی روی کدوه. ولی وقتی اگه بخواین دیسکای بیشتری داشته باشین، آهنگای بیشتری لود کنید، خیلی راحت میتونید عدد 3 رو اینجا بزنید. اینجا هم عدد 4 هست که داخل این ورژنش
با این قیمت $290 تقریبا امکانات فوق العاده، یعنی واقعا به ترکونه که من حتما پیشنهاد میکنم این رو حتما بخرید اگر مبلغی که میخواید هزینه کنید حدود $300 باشه. میبینید دستگاه‌های مختلفی هست اینجا که همشون آماده تست هستن. لپتاپ روشن کنید، تست میزنید و خب این خیلی میتونه هیجان انگیز باشه برای کسی که بخواد یک دستگاه بگیره، قبلش بیاد دستگاه رو تست کنه و هر کدوم رو حالا نسبت به بودجه‌اش بیاد تهیه کنه. اینجا فوق العاده دستگاه زیادی هست گذاشتم برای تست. دستگاه بعدی که فکر کنم یه تست خوبی هم بشه ازش گرفت، روشن و آماده است. قیمتش $700 تقریبا و حالا مدلش هم هست که من تو دوربین زوم میکنم شما هم بتونید ببینید. دستگاهی که الان روشن بود، حالا بین تمام دستگاه ها خیلی باحاله، تاچه. شما میتونید پلی لیستتون رو داشته باشید و هر چیز رو که نیاز دارین، افیلترها تا FX ها رو داره، پدا رو داره. از نظر پد ها 4 تا شماره داره. اکثر دستگاه دیگه الان 8 تا دارن. خب این که خورده کارو شاید کسی که کارش بلد باشه میتونه راحت کار کنه، و کسی که تازه کار باشه و حالا یه خود امکانات بیشتری بخواد یه مقدار میتونه براش سخت باشه. اما به جاش 2 تا اسپیکر داره، یعنی این دستگاه به تنهایی به هیچی نیاز نداره غیر یه حالا یه کانکشن مثل لپتاپ یا موبایل. و خب اسپیکر هم داره که میتونه کار دیجی که میره بیرون و بخواد یک برنامه‌ای داشته باشه، نمیخواد وسایل زیاد ببره، حالا دور همه باشه، این میتونه گزینه فوق العاده خوبی باشه.